مسئولین دو جماعت خستیورز و افچقلچه نویه باباجان غفور و ولایت سوخت خبرهای نشر شده درباره گویا سنگباران شدن ماشین یک مرزبان قرغیز را رد میکنند. خدمات مرزبانی قرغیزستان قبلا خبر داد که روز 4 نوامبر در حدود نویه لیلک ولایت بادکن در روی ارقبوربردخ در نزد نقطه فروش سوزشواری بوستان ماشین یک مرزبان قرغیز از جانب 5 مرزبان تاجیک سنگباران شده است و در نتیجه شیشه های ماشین را زده شکستند. اما مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خستیورز در صحبت با خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان گفت من هم این خبر را خواندم. این خیلی حادثه در حدود جماعت رخ نداده است. این پهن خبری بر دروغ است. حالا همه جا تنجا آرام است. احمدجان شکرزاده رئیس جماعت افچقلچه نویه باباجان غفوروف نیز به سپوتنیک تاجیکستان گفته است این گونه حادثه رخ نداده است و چنین خبرهای ساخته و بافته جانب قرغیزستان است. خستیورز با نویه لیلک قرغیزستان بیش از 22.5 کیلومتر و افچقلچه بیش از 18.4 کیلومتر مرز مشترک دارند. روستاهای ارقبوربردخ نویه لیلک در کنار راه خوجند قانه بادام در نزدیکی جماعت خستیورز جایگیر شدند. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفته بود حادثه سنگباران وقتی روی داد که مرزبان قرغیز سوار ماشین خوندای اکورد در راه ارقبوربردخ در نزد نقطه فروش سوزشواری بوستان میخواست در گردش توپ خورد. بنا به ادعای جانب قرغیزستان مرزبانان تاجیک ماشین مرزبان قرغیز را سنگباران کرده و بالای این تلاش کردند که نظامی قرغیز را دستگیر کنند ولی موفق نشدند. خود مرزبان قرغیز یگان آسیب ندیده است ولی ماشینش ضرر دیده است. شیشه هایش را زده شکستند. در قطعه های بحثی که اساساً در مرز نویه بادکند و لیلک قرغیزستان با جماعت شهر اسفره و نویه غفورو و تاجیکستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر سر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه رخ میدهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز اسفره و نویه باباجان غفوروف با نویه بادکند و لیلک 50 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.